برایم بهترین مردی پدرجان، بسد مهرم بپروردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. پی بردید امروز برای تبریک کردن پدر آمدیم، برای تبریک کردن پدر خاندان شاه ستون طلایی دعاگوی فرزندان، برای تبریک کردن اهتم بابا که امروز جشن مولود 70 سالگی عمر خود را با همراه دوستان و نزدیکان جشن گرفته ایستادند. امروز از نام فرزندانشان، از نام لالایتی که در مسافرت هستند، از نام فرزندان عزیزشان که در بحرشان هستند تبریک کرده آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. رفته سلام ای که زندگی از تجلط زیباست، سلام ای که سکوتت سکوتی کوکب هاست، سلام ای که نوایت نوای باران هاست. پیش از همه اظهار سلام خود را به هر پدران میرسانیم. السلام علیکم پدرجان های عزیز، شاه ستون طلایی فرزندان. السلام علیکم زنبانوان، مادران مهربان، سرشار عشق و محبت صمیمیت مادران مهربان ما. هر یکی شما را به امروز زادروز و امروز روزی خرسندی و روزی شاد باشی اهتم بابا خوش آمدن میگوییم. اگر یک قرصکی وقت و سادگان اهتم بابا تکلیف میکنیم 5 دقیقه وقتشون رو میگیریم. مرحبا. اهتم بابا زادروز مبارک، مولود خجسته را مبارکباد میگوییم. مهمانان عزیز، برای شما به فکرم شنیدن دشوار شد شاگرد گفته آمدن. در حقیقت شاگرد این خیلی انسان ها هستیم. یک تا خصلت های نکویشان را نامبر میکنیم. انسانی خاکسار، صمیمی، خوش چخچخ، در هر کجایی که هستند خنده و در لب تبسم هویدا هست. چواندازی مشهور که بهر ما استازی کردند از بازترین انسانی نیکنام که یکی از استادان ما هستند. اهتم بابا زادروز مبارک. امروز 9 و 17 ساله شدیم. 18 نه خوش 18 سالگی مولودتان مبارک. بگذار مانند امروز جوان زیبا شده، زیبین خیل دوره و زیبین خیل بزمگاه شده گردید. هیچ وقت خستگی را نبینید، هیچ وقت دم پیری نبینید. مانند امروز جوان بردم شده گردید، از بالای اسب هیچ وقت نفرایید. هر بار بینیم بالای اسب کوه و کوهساران و در بین آن طبیعتی زیبا، آن گفتنی های شما برای ما حالا رفته رسیدن دشوار است. بگذار مانند امروز هر روزتان پر از خرسندی باشد. امروز شما تبریک میکنیم از نام شهرزادکه، از نام لالایتی که در مسافرت هستند. امروز قریب 1 ساعت گپ زدیم، گفتن که برای پدرم از نام من همه نیت های نفس و نیکتون را رسانید و البته از نام نرگس آیتی، از نام قهرمانکه، از نام گلگل کلین پاشه های زیبا، نبیره های شیرین شما تبریک میکنیم. البته امروز روزتان مبارک. برایتان میرسانیم در 2 دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بیگزندم از دعایت ای پدر. پدر جان عزیزی من، امروز این گفته ها از نام لالایتی، شما شاه ستون طلایی ما هستید، شما دعاگوی ما هستید. حاضر لالایتی برای ما فرمودند که امروز از همه خوشبخت‌ترین خواهر من است که از من دیده و نزد پدرم نزدیکتر است. در روزی زادروزشان آغوش کرده بوسیده میتواند، از آن رویهای پر از نورشان بهره‌مند شده، از آن چهرهشان بهره‌مند شده میتواند. از نام منم تبریک کنید. من قلباً روحاً امروز آنلاین تماشا میکنم شما اون را پدرم تبریک کنید. فقط خوش چخچخانه، فقط خرسندی شده، خوشبختی شده امروز زادروزش با درجه اعلی گذرانید. برای پدرم رسانید که ما خرد بودیم، خردکک بودیم، حالا هم خاطرم به هست. پدرم زحمت کشیده، مهنت کرده، برای ما همه چیزهای قیمت‌بها و پیش بازار از آن ما بود. گلی ثبت بازار از آن ما بود. پدرم به رحمت میگویم تا دنیا باشد ما خدمت کنیم، آن خدمت‌ها را عطا کرده نمیتونیم. چرا که شاه ستون هستند، چرا که پیر خاندانی ما هستند. هیچ وقت کسل نشوند. اگر که من کسل شوم گویند اگر
من خودشم با یک تا سورپرایز دیگرم است بعد خودشم میگویم گفتم هیچ وقت قسم نشوم حاضر برای شما البته عزم فرزندان که امروز 17 ساله شده 18 ساله شده جامه های زرین را تیار کردن مرحبا چپون را پیشتر میبیاریم مرحبا پیشتر ایستاده البته در وقتی جامه ها را پوشاندن قرصک های بقوت میزنیم مرحبا مبارک باشد مبارک باشد زاد روز مبارک مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگویم عزیزشان معرفت فدایتی عزم خالجان عزیز جامه های زرین رو میپوشانند مبارک باشد عزم مملکت خلا مرحمت عزم خواهرشان مبارک باشد قرصک یک تا دستگیری کنیم قرصک های مزهش نیمروز بلندتر مبارک باشد شب و سهر کنه نبینو یارا از سر بدر کنه نبینو یارا از سر بدر کنه زادروز مبارک زادروز مبارک احتمام با ماندن باشد امروز روز خورسندی را مبارک باد میگویم عزم تمام دوستان نزدیکان مبارک باشد احتمام باز یک خصلت نیکتان همین است که بسیار هم دوستان زیاد داره چخیلی که حاضر گواهی آن گشتیم که هر یکی آنها شما را حرمت میکنن عزت میکنن زادروز رو بار دیگر مبارک باد میگویم البته در اینجا برای تبریک کردن شما روی صحنه خواهر عزیزتان مملکت عمه را تکلیف میکنیم اما جان عزیزی خاندان مرحمت به صحنه میخواستیم نزدیکتر بیاین
سخنی نغز نیکتان را میشنویم. البته مرحبا. جان خواهرکم، دل جان خواهرکم، صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. من این دیگه مطلب باز نواتم هم دایسه کرد. آیتیم مازش نودم برای هم جای آیتیم با جای کلونه هم بخواه. خیلی من امروز در خاندانی دادرم توی 70 سالگی یوبیلی. این سالها 70 سال بدهن. یک تا چقلاق دنیا با آمدگی این 70 سال، یعنی این 70 سال و چی کارها نموشد. اثر انسان چه قصه ها نمیگذاره. من اینوید که همین روز به خدا تقدیر کردگیش و اولا الله به حمد ثنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که صلوات و درود در بسون. همین روزها به همین روزهای نیک به خدا تقدیر کردگیش به. من اینجا از نام همه خواهران خدا به شکر ماهان یک گله مهکس 7 خواهر خدا به شکر من اکیب کلانی من آیتیم همینجا. اولا روح ارواحی پدر بزرگوارم شاد شد الهی، مادرکم روح ارواحشون شاد شد الهی، ینگیمم لال صد بر ینگیمم روح ارواحشون شاد شد الهی. همین عمرشون فرزندکشون دعا باشن الهی، فرزندکشون پیری بیدار شوند، پیری بیغم شوند. اولا دادرم اکیم شد بدرون ساخ سلامت گردن سرکم و کلانمان اکیم آیتیم. همین ها همه وقت ساخ سلامت سرکی بچه کمان بچه هم مهم بگردن. همه وقت یافتگیون رزکای همین خیلی نیک با توی تماشای فرزندکشون با نبیره ابریکشون با الهیم خدا تقدیر کند. خیلی الهیم ینگیم هم الهیم اکیم ینگیم که خوش شکری کنن اثر بید اثر بید نه. البته انسان این دنیا با الله جفت یرفته کردگی جفت هر یک انسان برای همه خدا بشکر خیلی من اکیم تقدیر دینم. من ینگیم کتی الهیم خوش شکری کنم حضوری بچه کشونه بینن. من همین دختر تکشونم کلان شود خانده عالم و صالحه شود الهیم، دکتر شود معلمه شود الهیم. من امروز خواهرها قطار ایستادیم نوبت ده حاضر نوبت خیلی نصیب دیه تبریک کنه. من تقدیر. السلام علیکم مهمانای مهربان، خوش آمدید در درگاه آقای مهربانی من. الهیم دستره که همه سوق سلامت کردن همیشه صاف باشه. در دلشون چی نیت دارن نیتشون برسن الهیم که ینگالان که قوشه پیر شده پیری به دولت شوند الهیم که هیچ وقت کسل نشوند دستره کن صاف سلامت باشن. زاد روزتون مبارک آقای مهربان. رحمت خواهران عزیز همیشه باشند. زاد روز مبارک. نصیب خاله هم خیلی میگویند که بعد از درگذشتن پدر مادر خواهران برادران از چهره همدیگر نوری پدر مادر را میکافتند. من این کس خیلی که یک نورانی خیلی که یک کهنسالی دهه عزیزمان بگذار عمرشان دراز شود سروبری علامه اولاد شمایان صدا کردن حاضر کلین پاشا میخواهند ملامت تبریک کنند. مرحمت. سنجو من دولت لیگه آتا جانم sen kabi bir mo'tabar inson qani, jonim ichra xantan aro bir jon qani, sochlaringni oq u qorasiga visor aylay desam kam erur bir jon vali 100 jon qadar imkon qani. Assalomu alaykum mehmononi aziz, maylumi aralash erish. Mana bugun dadajonim tug'ilgan kunlari hammalaringiz xush kelibsizlar. Baxtimizga hamma vaqt sog' bo'lsinlar. Bizning huzurimizni ko'rib yursinlar. Rahmat hammalaringizga.
Rahmat, yangamlo, tashakkur. Albatta, zodingiz muborak. Muborak bo'lsin. Tayyormi? Loloyti, tayyormi? Imro'zamo she'roy aziyat kadedmi? خیلی نباشد اگر شعر را تکرار کنید من از کامera با میدارم یک جویا پدرجانی عزیز تبریک میکنیم کاتی کدن لیکن خیلی نباشد تیار دیدن گیرن در اینجا یک تا شیرینی زیبا خواه رام نزدیکان است که از دور نرفته میستیم یک تا شیرینی نزدیک مبارک باشه زادروز مبارک با اولاد خود از سراسمی مانا مبارک باد میبیم مبارک باشه مرحبا السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمده به درگاه ددیکو رحمتی کلام صاحب باشه امیت بودون الهیم دادم 120 شوم هم وقت خوش و خورسند گردم ددیکو سرکون به ساق باشن خسته نباشن هیچ وقت در سرک ما هم جایی مادرکم بیاکم هم جای پدری مادری رو اجرا که گشتیم الهیم ساق باشن همین دادم هستیم ما فخری دنیا که گشتیم بیجای باشن دادیکم ساق باشن دعاوی ما هم باشن ما نکشته که همین دادم فخر کده دو زوری که گردیم الهیم که همین دادم هستیم ما سربلند شده فخر کده گشتیم جایی که بیما معلوم نکده هم یکم نتایی قنات کده خبر گفته الهیم گیجای باشن در یکم ساق باشن هم یکاتون به مهمونکای عزیز رحمتی کلام خوش آمده در گوه که دادا جون با حرمت عزت کد آمده رحمت شعر خونه شعر وقت سرکتون در دلکتون غم نبینه الهی مکه ساق سلامت گرده سرکون با توی نوری دو چشمانم پدر جان عزیز و بهتر از جانم پدر جان درختی عمری من بنیاد کرده کلیدی بخت خندانم پدر جان الهیم هموقت کلیدی خوندونامون شده هموقت درکم نکشده سرکی بچه کن به سرکی هم یکم به ساق و سلامت باشه دادا جون رحمت تشکر لالایتی امروز روزی خورسندی است البته حاضر ما وقت رو بسیار نگفته نوبت رو با صوت و صدا و سرودهای رقصی میدهیم البته زن بانوان دوستانتان را همه را به این صحنه زیبا تکلیف میکنیم یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم احتمال با زادروز مبارک حاضر بعد از این هر دیاما بیبرک میکنیم اون شیر و شکر را یک به خاطر میبیاریم خدا خواهد یک تا رقص خورسندی کنیم مرحمت سرودهای رقصی برای شما
I know
daqiqa. Dilshodjon, istansoga tayyor qiling. Yo'q, narsamba. Imro'z ro'zi xursandiyaz. یک دو سه بار رفتیم میرقصیم کلی رقصیم خوش برای خدا خودتون که دوستان چه میگیرید برای نشه گیریم آدم تو خوش وقتا سرود شوق شد این حالی جوان خیلی کلام داشت این فیلم نشده برای خدا اسمو برویم امروز نه سه کس مانده برای خدا بیت شما پیش مانده شروع شده میسته بیایید رفتم از دیگر دیدارم خالا بیایید شما هم جوریش به استادیون ما با یک سالچه گیرتون هستن کنی کی غالب میشته باشد سرود شای خشته بر اسمالا که زورش تیار بین انا میرقصه نسبت خلا با جای یکم صناعت خلا با جای دویم امروزه دو پهلوان ها با جای سوم داده میارزن نه تا خرسکی بلند زنیم کیفیتی علا بخشیدیم برای شمایان نسبت خلا خودشان جوان است آمدگی نو همه انرژی ها برآمد امروز روزی خورسندی بر حالاکی ها برآمد البته با یک موزیک شوخ میشود هم ما یک جمع میرقصیم خورسندی میکنیم باز با بازی‌های شوق‌آور همراه احکام بابا همراه همسینفان باز بازی میکنیم مرحمت یک جفت سرود شوخ شود
بخشیدیم همراهی اشتراک کردگی ها میخواستیم باز یک تا بازی زیرک گذارانیم دلارام خالا نمیشنیم بیاد بشنم نصیبه خالا بیاد شمایا بیاد کن یک تا یک دقیقه این میخوایش از نام لالایتی بیاد یم پربینم سوال جواب نشدی آسان یک تا که شریک میگیریم شریک میگیریم فقط که همه میدونیم نخلوتان تست است نخو که نمی کفانیم دمزده کفاندن نکو کسی که ایستا حالی ایستا کسی که نخلش که کفانه ولی اوزه مغلوب کمی دمرس با سر کلام شد بعد می کفانیم 1 2 3 موزیکا نصیب خالا رقصی کلابی دیگه رو چه دومیسته میشه رکچی ها میتونیم که دلارام خالا بیت بشیم آنها رقصی کلابی یکمش عثمانکه تیار می دلارام خالا بیت شما یادیم ها کلابی یک خودشان رفتیم یک خودشان شروع کردن البته رقص در اجرای دخترشان دختری خاندان رقص هندی تیاره هندی بروید که یک صحنه شروع کرده
دوستان امروز صاحب جشن ها نرگیز و اتیکتی پروین بانو گفتن که ما مهمانه حرمت میکنیم با خودمون مغلوب میشویم. اکنون از همین زن ها میپرسیم نصیبه خاله جان یکم گفتن بیا که دلارام خاله کدامشون؟ نصیبه خاله کسی دکتر تعظیم کنه برای شما خرسک زیسه مبارک باشن. اکنون حاضر در اینجا از سمرقند تندبند جیانشون اشتراک دارد. از علوبه گفتن و فکرم نامشون چی؟ شمسیدین اکا شمسیدین اکا شمسیدین اکا این کس گفتن که یک جای جیان ها همراهی تقام می رقصیم هم با ما همراهی احکام تقام مرحمت بختیار اکا مرحمت سرود می شود شما اونا تکلیف کسیم صحنه بعد مرحمت احتم بابا یک جایی هم همراهی جیان ها منم در اینجا خواهر آنانه نزدیکان اشتراک دارن و رقصیم پرسندی میکنیم زاد روز رو دوام میدهیم. مرحمت مرحمت بیننده های عزیز عزیزان ما امروز احتم بابا را در جشن 18 سالگیشان تبریک کردیم. خداوند عزیز 100 سالگیشان با آمده انم خیلی حاضره که چخین جوان هستند جوان بودگیشان با آمده تبریک کنیم. بگذار در آن وقت شما نیز طریق آینه نیروگین ما را ببینید و احتم بابا را تبریک کردن از خاطر نبراید. برای وقتی خود را در یک نداشته ما را تماشا کردن تشکر میگوییم. همیشگی با ما باشید با شبکه شهنان. رحمت برای همه است، برای مهمانداری، برای کیفیت اعلی تشکر میگیم. صحتمند باشید. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب
روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک، عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روزی شما، دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن روزی فیروزی شما، دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدند از آن روزی فیروزی شما، شدند از آن روزی فیروزی شما. آن روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک، عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.